وجه غریب این هنرمندی که میخوام دعوت کنم اینه که ایشون نامش در فهرست گینس ثبت شده به عنوان کسی که 50 میلیون، دقت بکنید، 50 میلیون کتاب آموزش نماز توزیع کرده و از هیئت وزرا، از آقای دکتر جنتی وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی تقدیرنامه داره. ایشون جناب آقای ماهی صفته. به افتخار آقای ماهی صفت. بخشنده و مهربان، هم سال نو مبارک، هم میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم این که روز طبیعت، روز جمهوری اسلامی ایران. امروز به لطف خدا این فرمایش مقام معظم رهبری رو عرض کنم که ایران به سان صخره‌ای است که هر کس با مشت هرچه محکمتری به او بزند دست خودش بیشتر خونین و مالین می شود. استدلال من این هست به خاطر کسانی که این موقعیت رو برای ایران عزیز فراهم کردن، از شهدا بگیرید الی آخر تا تیم حاضر، یک تشویق شایسته پرسپولیسی. دو استاد من جناب آقای خمسه دیگه خیلی محبت داشتن. نه، من نامم در گینس با آمار 5 میلیون اهدای کتاب آموزش نماز به نوجوانان کشور ثبت شده است. 5 میلیون. و البته بعد از خواست خداوند 9 بار بعد از خواست خداوند، شهرداری تهران دوست بسیار بسیار عزیز و با معرفتم جناب آقای دکتر قالیباف هم در این مسیر خیلی کمکم کردن. حالا میخوام برم سر خندوندن شما ملت. نمیدونم کی کجاییه، ولی مهم اینه که همه ما ایرانی هستیم. بنده خودم مادرم اصفهانی، بابام شیرازی. فقط در بین حضار با 2 تا شهر شوخی ندارم. 1 مشهد مقدس به خاطر حضور حضرت سامن الحجج. 2 قم، یعنی خطری. یعنی تاریخ ثابت کرد هر که با قمی در افتاد، خوشم میاد جا افتاده آقا. فقط اصفهانی ها دست بزنن، مجانی بوده اومدن دیگه. آخه میگن بهش گفتن نظر راجع به لیوان یه بار مصرف چیه؟ گفت خیلی خوب است، یکیشا من الان 1 سال است دارم. فکر کنید یه آقای بود، یه خود همچین خلوز، رفت در خونه یه اصفهانی در زد، گفت آقا یه کمکی به من بکنید، من خواهرزاده خدام. اصفهانی هم دستش گرفت، بود سر کوچه جلو مسجد، گفت اینجا خونه دایید است، هرچی میخوای ازش بسون، برو همون. یه وقتی یه خانومی به شوهرش میگفت عزیزم میشه امشب شامو بیرون بخوریم؟ شوهره گفت چرا نمیشه؟ سفره را بنداز تو حیاط. ما اصفهانی‌ها عاشق نظری هستیم. اصفهانی‌ها البته مثل یزدی‌ها نیست که دلیل اعتقادی داره، نه دلیل اقتصادی داره. مثلا معلم میگه من دویدم، تو دویدی، او دوید. فعل این جمله چه زمانی رو نشون میده؟ شاگرده گفت مالی زمانی است که سری کوچه نظری میدن. یا فکر کنید یخهای قطب شمال آب شده، لای این یخهای جنازه پیدا کردن، یه دوربین هم دستش، همطوری یه دوربین هم دستشه. رفتن این فیلم رو راه اندازی کردن، دیدن 6 ثانیه فیلم گرفته، لحظات آخر. حالا اون 6 ثانیه چی بوده؟ اینجا قطب است، ما داریم سرما میمیریم، خدا لعنت کنه کسی که گفت اینجا نظری میدن. خدمت شما عرض کنم یه حاج خانمی بود به شوهرش تو اصفهان میگفت حاجی سردم است. گفت ژاکته دا بپوش. گفت باشه بازم سردم است.
گفت خب یه پتو بنداز رو خودت. گفت نه حاجی یعنی سردم است. گفت خب بخاریا روشن کن. زنه دیدی اصلا دوزاریش نمیفته. گفت اون موقعی که دختر خونه بودم هر وقت میگفتم سردمه مامانم بغلم میکرد. گفت بکی حالا همینمون مونده 3 ماه زمستون بریم ننه دا ورداریم بیایم خونمون. دست از سر اصفهانیای عزیز برداریم بریم سراغ همشهریای بابام. شیرازی‌ها کوشن؟ یعنی حتی حال نداره اینطوری کنه. ای خدا، فکر کنید یه پسر شیرازی، یه پسر اصفهانی برای نامزدش چجوری شعر میخونه، با چه قدرت و اقتدار و محکم و همچین مرد سالارانه پسر اصفهانیه برای نامزدش. به دنبالت میام هر جا که باشی، به دنبالت میام هر جا. حالا یه پسر شیرازی برای نامزدش میخواد شعر. وای لب جویی نشینم تا بیایی. آهنگشون هم شله، نگاه آهنگش هم شله. شب چهارشنبه سوری این همشهری ما به داداشش میگفت کاکو والیت که کاغذی آتیش بزن از زیر پای ما رد بکن. یا مثلا فکر کن سر سفره میگه تشنمونه پشت بر یه زه او ورده بیا. اون یکی گفت برو عمو من خودم دارم از تشنگی ماس میخورم. یه مطلبی رو بنده بارها عرض کردم و اینکه نیروی انتظامی در ایران یعنی هر روزی که خوبی و خوشی و دهه فجر و نوروز و میلادها و تولدها ائمه و چه میدونم هر چی هست همه ملت حال و حول بجز این بندگان خدا که مواظبن بالاخره بحث‌های امنیتی الی آخر. خب اینجا اول قبل از که یه لطیفه راجع به نیروی انتظامی خواهش می‌کنم به افتخار نیروی انتظامی و به یاد سردار دکتر طلایی هم یه دست قشنگ بزنیم. آقا نیروی انتظامی تو شیراز ریخت توی خونه ای گفت بی حرکت. شیرازی گفت آمو حالا کو حرکت. اصلا فکر کنید گوگل شیرازی بود. یه چیزی رو سرچ میکنید یهو اون بالا مینویسه حالا خیلی واجبه. یس تا یس رو میزنید مینویسه حالا بیز شنبه بعد تعطیلات بگردم ای پیداش کردم اما قولت نمیدم. فکر کن از این همشهری من پرسیدن انگیزه تو برای خودکشی چی بوده؟ گفت کی حال داره حالا نفس بکشه. اصلا اونجا از یه تاکسی یه آدرس دوری رو که بپرسی آقا ببخشید اینجا کجاست؟ تاکسی اینطوری میکنه میگم حال نمیشه نری؟ از یه کوچولوی تو شیراز پرسیدن تو دوست داری بزرگ بشی چه کاره بشی؟ دلم میخواد بازنشست بشه. دست از سر شیرازیان برداریم. دوستان یک استان در ایران هست که تمام ملت بلا استثناء عاشق این استان هستن. یعنی من خودم که خدایی تو زندگی خصوصیم عاشق این استان هستم. حدس میزنی؟ شیراز نه؟ تبریز هم خوبه نه؟ عراق نه؟ لرستان نه؟ بله؟ گیلان نه؟ قزوین برو مینم نکته رو داشتیم؟ من میگم من تو زندگی خصوصیم عاشق این استانم میگه قزوین.
با اون نامه‌ای هم که به آقای روحانی نوشتن، خبر دارید یا نه؟ نوشتن جناب روحانی 1 سال این قزوین بکن پایتخت، بذار 4 تا کنکور و کنفرانس و کنفدراسیون و کنگره و کنسرت بیفتد شهر ما. استان کرمان داریم یا نه؟ کم داریم، 2-3 تا. الان میدونید که چرا نیومدن؟ این موبایل من خدایی کار رو بزنید کا، تمام دوستای کرمانی من میان، به هر کدومشون که زنگ بزنی اپراتور میگه مشترک مورد نظر پای منقل هسته. یعنی روز درختکاری رو تمام پلاکارت های این استان نوشته شده بود همشهری نهال امروز زغال فرداست. دیگه ما تو استان کرمان چه شهرهایی داریم؟ بم 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 بم. بهش گفتن عزیز من شما چرا 100 دور طواف میکنی؟ طواف 7 دوره. گفت من طواف حالیم نی، یه مسقال تریاک کن کردم دنبال اون میگردم. شهر مهمتر چی داریم؟ نه رفسنجانو. نه هی نگو، با رفقای من شوخی نکنی. ولک نه خیر، بی خود دست نزنی. نه خیر، خیلی ممنونم. بفرمایید. یعنی خدایا شد یه جا من اسم این بشر رو بیارم مردم جیغ و دست و هورا نزنن، یه جایی که هوا گرم باشه مردمش هم خونگرم باشن، ولک این میشه آبودان. یه نفر که 100% آبادانیه دست بلند کنه. خب شما میشه بفهمید به چی معروفین؟ خود بگو دیگه. همه لاف باریکلا. یعنی بردنش دم در بهشت اینطوری کرده. وی ولک ایجا که آبودان خودمونه. باباه به پسره میگفت جاسم کلاغا خبر آوردن سیگار میکشی. گفت بابا تو چی میکشی که بلدی با کلاغا حرف بزنی؟ بهش گفتن که شما توی کارون شنا میکنی؟ گفت وجه حل نمیده، کوسه نداره که. ولی براتون بگم فکر کنید 4 نفر نشستن یه جا دارن برای هم لاف میان. اصفهانیه. من میخوام بانک ملیه بخرم. یزدیه. منم میخوام کارخونه بنزو بخرم. تهرانیه. تهرانی حالا چون اینجا تهرانی نیستن غیبتشون هم میشه، یعنی فقط بلدن چوسی بیان. من میخوام مایکروسافت و اپل رو بخرم. نوبت رسید به آبودانیه. گفت نه ولک هیچ کدومو نمیفروشم. بچه های گیلن کو یه دونه اجازه هست دیگه. بهش گفتن در رشت هوا سالی چند ماه سرده؟ گفت سالی 14 ماه. آخه عزیز من سال همش 12 ماه هست. گفت نه اونجا تا 2 ماه بعد از عیدم هوا سرده. ولی نمیشه ما میگیم شمال بریم گیلان. آقا مازندران هم شمال هست دیگه. آره کو مازندرانی کوشن. گنبه اجازه دارمه؟ نه نگران نباشید. ببینید من از مازندران خدایی جوک ندارم، چند تا واقعیت هاست به جان خودم من تحقیق هیچ کدوم این حرفا جوک نیست. حالا من براتون میگم. یعنی مازندرانی ها جلو روش میگم به مهمون خونه میخواد اصرار کنه شب اینجا بمون، جملهش اینه
جونمش شلوار در بیاره. حالا برو خدا رو شکر آملی نیستی. هستی؟ وای بگم؟ یعنی آمولیا به تاکسی میخوام بگن این بغلا منو پیاده کن، میزنه رو شونه راننده میگه آقا باقالا مره جراده. فکر کن بابولیا آخر هر کلمه یه و میگن. جشن و پلو به زادون خورجه و اینجا محل آقای ظریفه و ظریف بهترین وزیره و همین وعه هست. یعنی کلاغا هم تو بابل اینطوری قارقار میکنن. قاره و قاره و خواهش میکنم فکر کنید اینجا الان یه بنز اس 500 2016 فول آپشن سرمه 7 رنگ 0 کیلومتر وایساده. اون وقت هر کسی به این بنزه چی میگه؟ آبادانیه. این کار به چای آبودانه. برا ما اینا فرقونه. کرمونیه. سرمهش قشنگه. دودی بود من میخیدم. شیرازیه. وای عمو چه حالی داشته رو ساخته. اصفهانیه. حیفست بذار صفر بمونه. یزدیه. خیلی قشنگه ولی اسراف کرده. آذریه. یا شازین زخ کشده بچه یه رشت کی بالا میسر. قزوینیه. عجب صندوق باحالی دارد. تهرانیه. ای خدا یعنی کی میشه؟ کی میشه دیگه این حرف از دهن تهرانیا در نیاد؟ هر چیز قشنگی که میبینن اینطور میکنن. ای مادر این حرف یعنی چه؟ 4مین برج سیستماتیک جهان. من برج تورنتو هم رفتم اونجا زیرش هم اجرا داشتم. این برج میلاده. یارو به جایی که بگه مثلا دست درد نکن آقای قالی یعنی چی؟ حالا فکر کن بابلیه این بنزا دیده. بنزه و اسه و 2016 و آقا فول آپشنه و سرمه 7 رنگه و ولی دزده سگ یه جا 3-4 هزار میلیارد اختلاس رو کردنه و آره و من چقدر وقت دارم؟ بفرمید من چقدر وقت دارم؟ تا صبح؟ ای وای من یه چقدر پول بدیم؟ هر چی جو که زیر سر همین تهرونی هست. بذارید به شما بگم اون از اون بل نسبت اون دختراشون کراتینه میکنن، هایلایت میکنن، بوتاکس میزنن، ششاشون رو لنز میذارن. داشته باش فقط پروتزا رو، پروتز چونه، پروتز گونه، پروتز الله اکبر. اینطوری صحبت میکنن که راجشون حق نشن. یه دونه این دختر افتاده بود تو خلیج فارس به کوسه. گفتن تو چرا اینو نخوردی؟ گفت یکی لنگه این پارسال خوردم از بس کرم مالیده بود الان 1 سال اسهال دارم. با اینکه من حالا اینجا پیرمرد پیرزن، چرا پیرزن که اصلا نمیبینم، باز 1-2 تا پیرمرد میبینم. پیرزن اصلا توی اجراهای داخل ایران هم ندیدم هیچ وقت. یه وقتی یه پیرزنی به شوهرش اینطوری کرد. آمیز عبدالله این بخچه یا از این حاج ناصر یاد بگیر به اسم زن خدا بیامرزش یه مسجد ساخته. حاج خانوم من زمینش هم خریدم دیگه، تأخیر از خودت. یه وقتی اکوچولا براتون میگم، یه بابا بزرگی به بچه به نوش میگفت که پا شما رو خودتو قایم کن، 3 روز مدرسه نرفتی معلمت اومده دم در دنبالت. نه بابا بزرگ تو خودتو قایم کن، آخه من گفتم تو مردی.
آقا این کردا و کرمانشاهی ها کجا نشستن؟ کردا و کرمانشاهی ها. پهلوان آخر حالی که میخواید به این دسته بدی فقط بهش بگو پهلوان. یعنی تریلی افتاده تو دره، از اون بالا پرایده وایستاده، تناب و انداخته پایین، میگه ببند به تریلی تا بکشمش بالا. گفت عزیز من تو با پراید میخوای تریلی بکشی بالا؟ گفت نیا با پرایدیش نکن، نمرش کرمانشانه. اینه بگم اصلا شما هیچ میدونید تحقیق کردن از رو مدل شلوار فهمیدن سندبادم کرد بوده. بهش گفتن اینجا 3 سیخ شیشلیک داریم، سیروان میاد یه سیخشو بر میداره، چند سیخ میمانه؟ گفت به علی 3 سیخ میمانه و جنازه ی سیروان مگم میذاره. خواهش میکنم یه وقتی فرصت کردی تو صفحه اینستاگرام لاتین بزنید حمید ماهی صفت. یه عکس دارم مال 40 سال پیش، توی مدرسه دارم جوک میگم، یعنی امسال سال 41 که جوک میگم مردم میخوام. این آرزو به دل من موند که یه جایی تو یه جشنی تو کره زمین 3 دور چرخیدم بگم کی همدانیه، یه نفر دست بلند کنه. کو؟ نه همدان ها، اسدآباد و فلان، نه خدایی. یعنی ما اسپانیا انگوش کوچیکه اینام نمیشیم. طرف شب عروسی پشت فرمون تیپ زده، ماشین گل زده، عروس پهلو دستش نشسته، 3 تا مسافر عقب سوار کرد. بعد بهش میگن که آقای محترم مگه این زن عروس نیست؟ گفت عروس جان منه، عروس عمر منه، ولی ییت منم ییت منه. فکر کن باباش بهش دختره میگفت که بابا میعلی بریم خانه رفیقم درس بخونم. باباش گفت برو تو اتاق تا نزدم بمیری، همون ننت هم میامد خانه ما درس ما خوان. yaşasın Azərbaycan. غلط کردم ما. یعنی من الهی قربون این اقلیت 70 میلیونی برم. 70 milyon maşallah. Elbette mən Türk deyirəm, amma Türkləri çox istəyirəm. Suzu nökəriyəm Əbülfəzli. Yəni yaşasın İran, yaşasın Azərbaycan. خانمش میگفت عزیز دلم، این واحد رو به روی شبا که میاد خونه همون دم در خانمش رو بغل میکنه میبوسه، تو چرا این کارو نمی کنی؟ گفت خانم آخه من که نمیشناسمش که. به جان مادرم اینو راست میگم. من یه بار دبی عید فطر دعوت بودم، تو فرودگاه دبی دیدم یه آقای هی بهم نگاه میکنه، هی نگاه میکنه، هی نگاه میکنه. به جان خودم اینطوری کرد، سلام علیکم. سلام قربان. میگم به جان مادرم، گفت ببخشید شما پدرسک اسمش هم یادم رفت. خدا گفتم آره خودشه، تا نگفتی پدرسک. همشهری عاشق یه دون از این دخترای خیلی بدحجاب و همچین زشت و اینا شده بود. آخه چی بگم والا، میگن پاک شود دیده شود بلکه پسندیده شود. یه بار که این دخترها به باباش میگفت دادی مزاحم تلفنی دارم، باباش گفت عکس بدون آرایشتو بفرست واسش دیگه بهت زنگ نمیزنه. همشهری عاشق این دخترها شده بود، گفت خانم شما باید زن من بشی. دختره گفت عزیزم من HIV دارم.
گفت باشه منم GLX دارم. نه عزیزم، یعنی من ایدزیم. مهم نیست چی، منم تبریزیم. آیا ما ازا مرخصی هست؟ من 5 دقیقه دیگه برو نه هی باو هی برو نه هی دست به دستم چش انتظارم هی دست به دستم چش انتظارم. منی مالشینم مرم باید موه مالشینم. یعنی تمام دنیا عجب آتیشی به پا کرده ما. تمام یعنی تمام دنیا زنجلیل بشن، این لورا نمیشن. بهش گفتن تو زنتو بیشتر دوست داری یا خرتو؟ گفت خدا نعلتت کنه که دو دلم کرده. من عاشق این پیرمرداشونم. عید که میشه یعنی تمام زنای فامیل ماچ میکنن اینطوری. به 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 اقدس خانم چطورین؟ تو هم مثل دختر خومی بیا. شمسی خانم تو هم مثل دختر خومی. بابا خون تو ماشاءالله بزرگ شدی، 85 شدی. یا جلو بینم. خدایی کجای دنیا رئیس جمهور با ملتش اینقدر صمیمانه SMS بازی میکنه؟ ها؟ آقای روحانی که میدونی ایدا SMS میزنه، بعد بعضی هم 2 تا 3 تا 4 تا سیم کارت این ورداش طرف لرستان زنگ زد هیئت دولت. الو عصبانی؟ حسن آقا این سال نو 4 بار به زن من SMS دادی. پا تو از زندگی ما بکش بیرون، یا لااقل استان ما نصف قسمت بکن. لرستان شمالی، لرستان جنوبی، لرستان رضوی. انقدر این دوستان بی تعارف هستن که یعنی وقتی میگه بفرمایید تو این نری ناراحت میشه. مثل ما نیستن همیشه ریایی. آقا بفرمایید با خانواده بیان خداحافظ در بند دور. اونجا بهش گفته یه مهمونی از خونه اومده بود بیرون، گفته آقا ببخشید زحمت دادیم. اونم گفته خواهش مینم. شی خوردی؟ گی خوردی؟ ما شاشیدم توی 2 تا سکان چای که دخون نهار کباب بردارم. یه چیزی بهتون بگم، یک کمدین عاشق، من روزی هم که بابام فوت کرد 3 تا اجرا داشتم، اصلا انگار نه انگار بابام بفهم بازم ملت بخنده. یک آمارایی داره که تو هیچ اداره آماری تو دنیا نیست. یعنی میخوام به شما بگم چشم و گوش بسته ترین دخترای ایران نه دنیا تو لرستانن. اینقدر این دخترها یه وقتی ببخشید حالا یه پسر نونور سوسول تهرانی رفته بود کجای خرم‌آباد لرستان اونجا نهاوند، به یه دختری چشمش شیطون گولش زده بود، یه مطلق گفته بود. تو خانم برام تو کیفت. دختره گفته بود برو فقط یه مداد ابرو توشم مواظب باش به قینت نرم. بابا چی دیگه به من مطلقه. آقای فیلم بردار میگم میشه یه 30 ثانیه اینو خاموش کنی؟ اولا که ما نباید بد کسی رو بخوایم، یا یعنی ما امت پیامبر رحمت هستیم، میگیم خدایا اون بدارم خوب کن، اگه نشدن مثلا خدایا خداوندا اونایی که چشم به بیت المال دارن، اونایی که فکر اختلاس دارن، اونایی که اصلا آرمانها رو بی خیالشن، اونایی که فقط فکر خودشونن، اونایی که ظلم به ملت و به صندوق دولت میکنن، اینا رو به راه راست هدایت و در غیر اون صورت به بدترین وجه هلاک بگردن.
حالا اینه که گفتم نگیر اینه که یکی یه جایی داشت صحبت میکرد، میگفت اگر یک زن حامله یک دانه انار سرقتی بخورد، یک عدد نه، یک دانه، آن جنین بعدها دزد می شود. لوره گفت حاج آقا معذرت میخوام ببخشید، او که دکن نفتی ندزدیده نه چی خورده بیده. از همه شما خواهش میکنم که بسیار بسیار به سال 95 مثبت بنگرید و در ضمن شعار امسال اصلا در حقیقت یک ریشه قرآنی داره. صرفه جویی، استقامت، مقاومت، بحث ریا، اصلا صرفه جویی کردن یک هنره، خصاصت نیست، چه در بحث جز چه در بحث کلان. دوباره مثل اول برنامه به خاطر اون اسمی که من حقیر فقط یه وسیله بودم در جهان ثبت شد برای اهدای کتاب و مسببش بعد از خداوند تیم شهرداری تهران بودن، تشکر میکنم از همه‌شون و عذرخواهی میکنم که با هموطنان عزیز شوخی کردم. ببخشید، بازم معذرت میخوام اگر کسی چیزی از من به دل گرفته، مخصوصا در حضور بزرگ مجلس جناب دکتر شمس، عذرخواهی میکنم و مجلس رو به مجری میسپارم. از شما خداحافظی و حلالیت.